بالاخره و به هر سختی که بود قرارداد خرید یا گرفتن تابعیت ایرانی برای گربه‌های کمپانی نورثروپ گرومن آمریکا تایید شد و به مرحله اجرا رسید. حالا زمانش رسیده بود. زمان اینکه 80 فروند تامکت که برای ایران ساخته شده بود به ترتیب و به صورت دسته‌های ستایی به سمت خونه جدیدشون حرکت کنند. هر ماه 3 فروند ساخته و تحویل میشد. مسیر رسیدن به خونه اما مسیر کوتاهی نبود. یک راه طولانی به درازای 7000 مایل معادل 10,000 کیلومتر باید از کالورتون آمریکا تا مهرآباد تهران طی میشد. روند تحویل به این شکل برنامه ریزی شد که مسیر با پشت سر گذاشتن اقیانوس اطلس و سوختگیری بر فراز اقیانوس شروع میشد.